Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон ва хоҳарони аҳли ислом. Барои шумо як мошин бор овардем туҳфаҳо ба хотири омади моҳи шарифи Рамазон тамоми намуд. Ина машааллоҳ нависага. Ино чӣ туҳфаанд? Видеоро то охира тамошо кунед. Иншааллоҳ дуроварда дар дурин дукон ҳамаша якта барои шумо нишон метиҳем. Як туҳфа нест иншааллоҳ. Ба хотири омади моҳи шарифи Рамазон я 3-4 намуд туҳфа рафте. Аввал мехоҳам ки ҳамин коробкаи калон барои шумо нишон диҳам. Беҳтарин ай фикр мекунам. Ина як ҷоя мекушоем. Электрони ҷойнамоз. این الکترونی جوینمازها را من برای شما ویدیو کرده بودم. همین نوار را تا آخر تماشا کنین. انشاءالله برای شما با ویدیوهای گذشتگی را میمونم. این هم خیلی های 5 تا زبان داره: قرغیزی، ازبکی، قزاقی، روسی، تاجیکی. از جمله هر یک فرد مسلمان میخواهد که فرزندکاش نمازخوان شوند یا که جیانکاش نمازخوان شوند. این هم فرضای نمازه، هم سنتای نمازه، هم مشه عادی کرده برای شما میفهمم. انا در شما صدقه این کروکای سفید شکو میکشویم یک جا میبینیم که در درون ای چی داره. پیشترک بیاین. اینا ماشاءالله. ایشا ما الحمدلله نوار کرده بودیم. این کعبۃ الله نام داره. اینا برای پدرها، برای مادرها درونشتا قرآن داره. اینا نوع پاکتاش حالا نکشودیم. میکشویم 10 نمود تحفه داره ایم. اینا یکم اتجوش و دویم اتجوش. اینجا در الحمدلله 10 تا تحفه میمونیم و برای پدر و مادر روان میکنیم. اکنون کروکای وزین ترینش را برای شما کشوده نشان میدیم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. حد وزین بده. اینا که الحمدلله میکشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا ماشاءالله. اینم یکی از قرآن های روشکگیه که زیاده از 18 زبان داره و از جمله زبان دری، تاجیکی. برای خانم ها و برای نوخوندارها این گونه تحفه ها داریم که ماشاءالله نویسندگی عربی و هم اینا ماشاءالله هم تاجیکی نویسندگی. در درون این 10 نمود تحفه داره. یکم دوم اتج داره. اینا الحمدلله بهترین هاشه. در خدمت هستیم. اینا نوار ده الحمدلله میگذارم رقمای تلفن در وسط روش بنویسین. ما الحمدلله در خدمت هستیم. این خیلی شایگان مراتبه نه آورده بودیم. چرا نآورده بودیم؟ جای نماز الکترونیکی آخی. کویا هویش کو بینیم کو. باز یک جا هوی میکنم ببینم. اینا دیده هیچ خیلی جایی بار. ای خیلی ده همه جا هست. یکم تا نیست که زبان تاجیکی داشته باشه. وی داره 5 زبان داره. اینا گوش کنین نازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روسکی، کازاخسکی، کرگیزکی، ترکیزکی. انا مرحبا تاجیکسکی. اینجاش چی معنی داشته باشه؟ این اینجا نگاه کن که هم حرکت های نماز نوشته شده. که 2 رکعت سنت نماز بامداد هم. خب اینا. نیت 2 رکعت نماز سنت. من نیت دارم که اینجا قلفه مادی اینجا دیگرش کار نمیکنه کنم کاش و از اون نماز میخونیم. گوش کن. خوبو لیکن فقط برای مردا بوده ده؟ نه آخی این برای زنهای هم میشوه. اینا نگاه کن. این برای مردا، اینا برای زنها. این بهترین شد. این نه که بهترین بوده ای. یادت شجام که برای جیانا تا برام. همین جیانا که نماز خوان بشوند نماز بخونن اینا حاضر الحمدلله جدا میکنن. دو سالتون بگی با اما برای شما یک چیز را پیشنهاد میکنیم که انشاءالله پشیمان نخواهید شد. میخواهید بدونید که این چیست؟ حالا با هم میدونید. قرآن روشکگیه که زبانی دری دارد. زبان فارسی لهجه ایرانی بوده اما زبان دری لهجه تاجیک و افغان است. حالا با هم میبینید. فارسی، ازبک، روسکی، ملایو، جرمن، کردش، دری خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود میفرستند. ای مسلمانان بر وی درود بفرستید و با اخلاص کامل به او سلام دهید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. قرآن روشکگی با زبان دری هدیه برای نزدیکان شما. برای دسترس کردن به رقم‌های زیر نوار الحمدلله مراجعت کنید.